دیگر گفته است که در حالت جنوب بودن امر معروف گوش کردن درست است یا نه؟ در حالت جنابت منعش تلاوت قرآن است. در حالت جنابت قرآن قپیدن درست نیست، تلاوت کردن درست نیست، خب با مسجد در آمدن درست نیست، خوردن مکروه است. اینها منع هستند، اما دیگر در باب منع بدنش چیزی وارد شدگی نیست. اگر که گوشم که نه وقت نماز باشه جایز است، او را نمیقپه، نه قرآن میقپه نه قرآن تلاوت میکنم، گوشم که نه جایز است وقت نماز نه. لیکن وقت نماز باشد غسل کردن برای او فرض می شود. اگر چنده که غسل جنابت در کتاب ها واجب میگیرن، انا همو یجیبو و معنای یفرزو است، واجب و معنای فرض آمدگی است. برای وقت نماز نباشه گوشم که کنه درست است، لیکن وقت نماز که در آمد غسل کردن در گردن او فرض می شود. دیگر این سختگیری هایی که در این باب هست اینها او قدر اساسی ندارند. همه زمین و اسمون لعنتش میکنه و به تای درخت سوز نروه و هر قدمی زدگیش فلان پکان، اینها گپای بی اساس هستند. او اگر گناه نکرده است بیچاره کو، او برای چی زیناکار ای خیل نمیگن؟ او بله زیناکار هر قدمی زدگیش زمین لعنتش میکنه. آدمی که زنا و حرامی میکنه زمین لعنتش میکنه، آسمان لعنتش میکنه. ایمان از وجودش برآمده میره، همون حالت بمره به ایمان مردگی است. به ایمان مرده است در حالت زیناکاری، جنازه با اون فایده ندارد. این بد است، این خدا منع کرده است. خدا میگه ولا تقربوا زنا، به زنا قریب نشوین شما، ولی کردنش تو طرف بیسته. این چیزی نمیگوین مثلا حلالی نکاحی خودش قطعی توت فلان، نه این گپا اساس ندارن. خانه‌داری شب بکنه جنوب شید و حضور بروه آب شب بگیره، در حوالی رفته آبوزیش کردن بگیره. این تنه که دیگه در سر یک قابچه بکش که نبینن تو. این گپا رو شنیده بسیار گپای خنده‌آور هستن. این گپا بی اساسن. یا افتا نبیند ماه نبیند، تای درخت انگور قتیل نرای، برگا دشمنت میکنن. او چه گناه کرده است بیچاره آخی؟ او چه گناه کرده است؟ خدا در قرآن امر کرده زن بگیرید، پیامبر در حدیث میگه نکاح سنتی است. او امر خدا و پیامبر به جا آورده است. بعد خانه‌داری کرد گناه میگیره. به هر یک قطره آبی که در غسل او است اجر و ثواب است. حتی غسلش تمام کرد مثل نو از مادر زادگی واری پاک می شود از گناه. وقتی که زن حلالی به نکاح باشد